سلام خدمت همگی. سلام خدمت همه دوستا عزیزا. سلام خدمت همه. یکم صبر میکنیم که همه بیان توی لایو کم کم، بعد شروع میکنیم. من اومده بودم یه لوکیشن خیلی زیبا کنار یه دریاچه که اینجا براتون لایو بذارم، اما به قدری هوا سرده که دیدم اصلا امکانش نیست که من بیرون بایستم و این لایو خوبو بتونیم با هم دیگه داشته باشیم. برای همین ترجیح دادم که الان توی این فضا باشم و باهاتون صحبت کنم. خب سلام خدمت همه دوستا عزیزا. خیلی خوشحالم که اینجا میبینمتون. شب و روز همگیتون بخیر. خب قبل از اینکه حالا همه کسایی که هستن و اطلاع رسانی شده که شرکت بکنن، یکم شروع میکنیم صحبت کردن که اصلا امروز میخوایم. سلام امیرخان. سلام به همه. سلام خاله مرزی. سلام پرنیان جان. اگه اسم کسی رو نمیبینم، سلام مرسا جان. یا از قلم میفته ناراحت نشین. خب سلام زری خانم عزیز. خب امروز اینجاییم تا صحبت کنیم راجع به دیتینگ اپ ها، این که اصلا چه اتفاقی افتاده که الان توی دنیا تمام دخترها و پسرها روی آوردن به استفاده از این دیتینگ اپ ها، چه ضررهایی براشون داره، چه فوایدی داره این دیتینگ اپ ها و اصلا چه اتفاقاتی افتاده توی این چند دهه اخیر که روابط دگرگون شده و همونطوری که مثلا انقلاب صنعتی پیش اومد، بعد یه دوره‌ای شد تحول اینترنت، تکنولوژی، مدیا، الان هم توی بحران یا تحول یا یه انقلاب رابطه‌ای هستیم که آدم‌ها خیلی تغییر کردن، دخترها و پسرها خواسته هاشون تغییر کرده و شروع کردیم به یه سری رفتارهایی که شاید خیلی وقتا خودمونم دلیلش رو نمیدونیم. به خاطر همین احساس سردرگمی ممکنه بکنیم گاهی وقتا توی روابطمون و اینکه ندونیم که الان داریم راه درست رو میریم، راه غلط رو میریم و اصلا رابطه خوب یا بد چیه، اصلا ازدواج الان دیگه معنی داره برای خودش یا نه، آدما باید ازدواج بکنن یا نه فقط زندگی بکنن با هم دیگه توی خونه کافیه و خیلی تغییرات اساسی دیگه که همه جای دنیا پیش اومده. سلام میکنم به عزیزانی که جدید تازه دارن به لایومون جوین میشن. سلام. خب حالا داستان این که فواید و ضررهای استفاده از دیتینگ اپ چیه. سلام خدمت همگی. اینه که من تقسیم بندی کردم با توجه به حالا اون چیزایی که توی ایران، توی اینجا و چیزایی که جای مختلف دنیا دیدم و شنیدم و تجربه کردم و اون دانش روانشناسی که حالا خوندم، این که ما بتونیم. خیلی ممنون اکرم جان. خوبم، ممنونم، خوشحالم که همتون رو اینجا میبینم. الهام جان خیلی خوش اومدی. علی آقا سلام خدمت شما. خلاصه که آره داشتم اینو میگفتم، ما فکر میکنیم که وقتی وارد دیتینگ اپ میشیم گزینه‌هایی که داریم، آپشنایی که داریم که میتونیم باشون وارد رابطه بشیم خیلی زیاده. انقدر زیاده که میتونیم مثلا چه میدونم با این آدم میریم بیرون ملاقات میکنیم، دنبال اینیم که نه بذار حالا صبر کنم برم آدم بعدی آدم بهتر و دنبال کیس بهتر و بهتریم، در صورتی که اصلا توی عالم ریلیشنشیپ کیس بهتر معنی نداره، وجود نداره و ما نمیتونیم یه رابطه ایدئال یا پارتنر ایدئال پیدا بکنیم. اصلا اینا همش توهمه، واقعیت نداره. هیچ آدمی ایدئال نیست و همه ما طبیعتاً یه سری نقطه ضعف و یه سری نقطه قوتایی داریم که باعث میشه که حالا توی زندگیمون، توی دوره‌ای که داریم زندگی میکنیم، خوب یا بد، توی رابطه هامون بالا پایینای مختص خودمون رو داشته باشیم. حالا پس طبق نظریه آقای هارویل هنریکس هم که 20 سال توی فیلد ریلیشنشیپ و رابطه تحقیق و ریسرچ کرد، اینجوری نبود که
به این نتیجه رسید که اینطوری نیست که آدم‌ها بتونن همونطوری که راه میرن تو خیابون عاشق همدیگه بشن چپ و راست. این همه تنوع مرد و زن، 7 میلیارد 8 میلیارد جمعیت رو کره زمین، چرا فقط ما از تعداد اندکی یا محدودی که محدود میشن به تعداد انگشتای یک دست خوشمون میاد یا میتونیم عاشق بشیم یا میتونیم وارد رابطه بلند مدت بشیم؟ این به این دلیله که ما در ضمیر ناخودآگاه خودمون، همه ما به وسیله والدینی که بزرگ شدیم، پدر بزرگ، مادر بزرگ، یک تصویری از معشوق آینده ما شکل گرفته که ما ناخودآگاه جذب اون معشوق میشیم. حالا اسم اون تصویر یا اون معشوق رو گذاشته آقای هارویل هنریکس ایماگو. خب بنابراین برای اینکه ما بتونیم آدم‌های درست‌تر و به اصطلاح بهتری رو جذب کنیم، اول از همه نیازه که اون الگو رو درون خودمون شناسایی کنیم، روی خودمون کار بکنیم و بعد انتظار داشته باشیم که بتونیم آدم‌های بهتری رو جذب کنیم. به خاطر اینکه ما در هر سطحی از انرژی که باشیم، در هر سطحی از آگاهی که باشیم، در همون سطح آدم‌ها رو جذب می‌کنیم، چه از نظر کاری و چه از نظر عاطفی. خب بنابراین اینکه کسی از طریق دیتینگ اپ میخواد رابطه‌ای پیدا کنه، فکر کنه که آقا اینو برم نفر بعدینم، ببینه میلیون ها آدم اونجا هول بشه دست با چشه و بگه چقدر خوبه، اصلا از این خبرا نیست. شما ممکنه اون 1 میلیون رو ملاقات کنی از هیچ کی خوشت نیاد، یا مثلا از 2 نفر خوشت بیاد اونا از شما خوششون نیاد. پس فکر نکنین که این حجم در دسترس بودن آلترناتیو این نیست که اونا واسه شما همه به درد شما میخورن. این 1. 2، در دنیای واقعی بودن با تعداد زیادی آدم بدون هدف و بدون که بدونی کیه، به خصوص روابط جنسی داشتن با تعداد زیادی آدم‌های متفاوت، باعث میشه که شما از نظر روان، سلامت روان و روحی به شدت آسیب و صدمه ببینید. یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر شما وقتی که شما با کسی صمیمی میشید و با اون آدم ارتباط روحی و جسمی برقرار میکنید، این انرژی های قبلی یا انرژی های منفی یا به اصطلاح هر چیزی که میتونی اسمشو بذارین، از طریق بدن و در روابط جنسی به همدیگه انتقال داده میشه. و وقتی که شما یه رابطه ای رو قیچی میکنید، روح و روان شما از اون رابطه که اومده بیرون کلی آسیب دیده. شما بدون اون که اون آسیب ها رو خوب کنی، سریع میرید وارد رابطه بعدی میشید، بعدی و همینطوری مثل این که ناخودآگاه بدونی که خبر داشته باشی یه چاقو برداشتی داری همینجوری میزنی به روح و روانت و خودتو داری تیکه پاره میکنی و حواست نیست، فکر میکنی او این دیتینگ اپ خیلی خوبه. نه، بعد از 1 سال میبینی آدم لطوپار از این دیتینگ اپ اومده بیرون. که من اینجا به شخصه به چشم خودم دیدم کسی رو که انقدر تو این دیتینگ اپ ملاقات کرده بود الان تبدیل شده به یه آدمی که به هیچ کس اعتماد نمیتونست بکنه، یه عالمه سرش کلا گذاشته بودن و الان میرفت پیش تراپیست میومد و معلوم نبود که حالش به کجا برسه. الکلی شده بود و الان اصلا دیگه نمیتونه با کسی بره تو رابطه عاطفی، اصلا دیگه نمیدونست عشق چیه، نمیتونست، احساسی نمونده بود که بخواد با کسی اونو تقسیم بکنه. بنابراین بدونین که پس استفاده از این اپلیکیشن از یه طرفی اگر 1-2 تا مزیت داشته باشه که آدما به خاطر لایف استایل بیزیشون، مدرنیته و شلوغ شدن به اصطلاح بیزی شدن وقت‌ها و اینکه آدما دیگه وقت ندارن بخوان کامیونیتی برن بیرون توی جمع‌ها باشن همدیگه رو ملاقات بکنن، رو آوردن به این دیتینگ اپ‌ها. حالا چه اتفاقی میفته؟ پس 2 تا نکته رو من الان گفتم. 1، این دیتینگ اپ اینجوری نیست شما فکر کنین تعداد آلترناتیو یا گزینه‌های شما بیشتر شده. نه، تعداد گزینه‌های شما همون محدود به چند انگشت دسته. 1. پس همینطوری نرید آدم‌ها رو هی ملاقات بکنین و هی به خودتون ضربه بزنید. 2، اگر که میخواید از این دیتینگ اپ ها استفاده بکنید برای خودتون باید یه استانداردهایی بذارید، مشخص کنید. 3، اگر با 10 نفر شما ملاقات کردی و هیچ کدوم نتونستی توی ریلیشنشیپ نگه داریم، بدون یه مشکلی شما در خودت هست که اول باید اون مشکل رو بری شناسایی کنی، خودشناسی کنی، خود تحلیلی کنی، حل کنی اون موضوع رو، بعد بتونی با آدم‌های بیرون از خودت ارتباط بهتری برقرار کنی. ما حاضر نیستیم بریم ضعف‌ها، مشکلات شخصی خودمون رو پیدا کنیم، حاضریم بریم با همون ضعف‌ها و دردها و نقص‌هامون هم به دیگران آسیب بزنیم، هم خودمون رو. گفتم مثالش قشنگ‌تر از این فکر می‌کنم وجود نداره که با چاقو
برداشتیم و داریم همینطوری به خودمون و روانمون چاقو میزنیم و خودمون رو بیشتر و بیشتر داریم آسیب میزنیم بدون اینکه متوجه باشیم. خب حالا مورد بعدی که در مورد این دیتینگ اپ ها هست اینه که پس شما باید اولا که یه سری استانداردهایی رو برای خودتون داشته باشین که آقا من پارتنری که میخوام انتخاب بکنم اولویت هام این هاست. چی میخوام مثلا از یه ریلیشنشیپ؟ یکی از ما دنبال اینه که بره فقط بچه دار بشه. یکی دنبال اینه که بگه آقا من ازدواج کردم، که به اصطلاح اسم ازدواج رو توی دیدگاه سنتی داشته باشه. یکی چیز هدفش اینه که تنها نباشه. یکی هدفش اینه که کیس پولدار پیدا کنه. یکی هدفش اینه که یعنی تامین مالی بشه در از تو زندگیش. یکی هدفش اینه که یه کیس خوشگل فشن پیدا بکنه. شما باید بری ببینید آقا هدف چیه؟ چی میخوای از رابطه؟ اصلا برای چی نیاز داریم ما انسان‌ها به عنوان یک انسان کنار هم قرار بگیریم؟ طبیعتاً وقتی آدم‌ها با هم توی رابطه قرار میگیرن یه سری از نیازها و خواستهای همدیگر رو ارضا میکنن. اما آیا من دنبال مبادله کردنم که اگر یه چیزی دادم 3 چیز پس بگیرم؟ دنبال اینم که آرامش به دست بیارم توی زندگیم؟ دنبال چی هستم؟ وقتی که من جواب سوال و دلیل و چرایی این که آقا اصلا چرا من میخوام توی ریلیشنشیپ برم و نمیدونم، تکلیف خودم با خودم و نمیدونم، هم معلومه همیشه ناموفق میشم. ما همیشه انگشت اتهاممون به طرف آدم هاست. این آدم خوبی نبود، این دروغگو بود، این خانوم باز بود، اون نمیدونم دختره هرز میپرید، اون نمیدونم خسیس بود، اون یکی اونطوری بود. هی برمی داریم برچسب‌ها و ایرادای مختلف با آدمای مختلف میزنیم، در صورتی که آقا خود من الان اینجا جایگام چیه؟ ایرادایی که من دارم چیه که باعث میشه آدم‌ها توی رابطه با من نمونن یا اگر میان سریع رابطه رو ترک کنن برن؟ بنابراین وقتی که وارد میشین میخوان از این دیتینگ اپ ها استفاده کنین، یه سری آدم ها رو شروع میکنین ملاقات کردن. بعد از یک تایمی اگر دیدین شما ملاقات هاتون داره مثلا 5 نفر 10 نفر رو ملاقات کردی، دیدی اوکی از این 5 نفر 10 نفر نه 20 نفر شما با هیچ کدوم نتونستی توی ارتباط بمونی، استاپ باید بکنی. اینجا باید بدونی که آقا مشکل یه چیزی از درون من لابد که من نمیتونم با آدم ها توی رابطه بمونم. اینجاست که شما باید انگشت اتهامت بره به سمت خودت. بحث اتهام نیست، بحث اینه که ما یه سری ضعف ها داریم که توی ناخودآگاهه و چون ما خودمون از بیرون نمیتونیم نمیبینیم که چه رفتارهایی میکنیم، چه اشتباهایی میکنیم، چه مدل صحبت میکنیم که حتی ممکنه توهین‌آمیز باشه، چه مدل داریم زخم‌هایی که در کودکی داریم هنوز حل نشده یا تو گذشته داریم و داریم انتقال میدیم به نفرهای بعدی. برای همین به شدت ما آدم ها نیاز داریم برای ساختن یک رابطه ایدئال اول خودمون رو بسازیم. متاسفانه الان در جهانی که عصر اطلاعات و ارتباطات و این همه اینفورمیشن در اختیار انسان قرار گرفته، انسان امروزی به نظر من گیج و مبهوته. مثل اینه که یه چیزی پتکی خورده توی سرش و اصلا نمیدونه کجا باید بره، چی کار باید بکنه. من الان از امریکا دارم صحبت میکنم، اوضاع آدم ها همینه. فکر نکنین اینجا با اونجا یا جای دیگه کره زمین فرق میکنه. به شدت ما در بحران معنوی هستیم. ما ارتباطمون با خود واقعیمون، با روحمون قطع شده، نه تنها توی روابط عاطفی، تو زمینه‌های شغلی، تو زمینه ارتباط با والدین، تو همه زمینه‌ها ما نیاز داریم که اول از همه بدونیم که آقا ما کی هستیم و توی این زندگی چی میخوایم، چی کار میخوایم بکنیم، کجا میخوایم برسیم، مقصدمون کجاست. بعد اون موقع تازه میتونیم کم 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 بریم به سمت این که موفق بشیم، پله های موفقیت رو طی کنیم، یکی بعد دیگری، توی رابطه، توی کار و توی موارد دیگه‌ای. بنابراین وقتی میخوایم از دیتینگ اپ ها استفاده بکنیم، دوباره تکرار میکنم، گزینه های ما اون تعداد بالایی که اونجا نشون میده نیست. 2، وقتی که شروع میکنید به ملاقات کردن آدم های مختلف، بعد از تعدادی 5 تا 10 تا شما میتونی که اسمش چیه، میتونی ببینی که آیا روالت موفقیت آمیزه یا نه، و بعدش میتونی شما اگر نبود شروع کنی بری رو خودت کار کنی، اگه بود که ادامه بدی.
اما من به شدت توصیه میکنم که حتما مشاوره بگیرید، حتما رو خودتون کار کنید. همه ما پر از نقطه ضعف هستیم و هیچ کسی کامل نیست. حالا من الان از یکی از دوستان امریکایی همکار خودم دعوت میکنم که توی این لایو بیاد صحبت بکنه. لطفا هر سوالی که دارین الان توی اون کامنت میتونین بنویسین، راجع به ریلیشنشیپ، راجع به دیتینگ اپ ها، مشکلاتی که فکر میکنین امروز جوونا بیشتر دارن توی رابطه. شما دوست داری که اینجا ما تو لایف های بعدی راجع به چه موضوعاتی بیشتر براتون صحبت کنیم؟ همه اینا رو لطفاً در نظر بگیرین. و من الان دعوت میکنم از آقای کورت تاتنهام تشریف بیاره توی لایومون. ایشون یکی مشاور آمریکایی هستن که جوین میشن. فقط بچه‌هایی که انگلیسی بلد هستن ممکنه حرفای ایشون رو دریافت بکنن، اما به نظرم خوبه که باشید و اگه سوالی هم دارین بپرسین. من سوالای شما رو از ایشون میپرسم به انگلیسی و چیزایی که ایشون میگه به فارسی برای شما ترجمه میکنم که شما متوجه مطالب بشید. خب Mr. Tottenham, I want to invite you to the live. خب من نمیدونم ریکوست که ایشون دادن اوکی کردم ولی مثل که جوین نشدن. دوستان سوالی چیزی دارید بپرسین. اگرم کسی دوست داره توی لایو بالا بیارمش باش صحبت کنم بگین. Hello Mr. سلام. سلام. خب مرسی. Thank you for your time, and we are so happy to have you here. And please talk about dating app and share with us your experiences, and your idea about the advantages and disadvantages of this kind of apps and information Yeah. I mean, I think, yeah, it's definitely a new kind of time when it comes to dating. My experience has kind of been there's so many options out there. So some of the things that I think as I've used some of the apps over the years, some of the things that are really good is, when I used to travel a lot and stuff like that, it was a really quick way that you could match with someone on looks and say, okay, yep, I like that person, they like me. So it was really a quick way to kind of find someone. So I think that's definitely like kind of an advantage if, you are just maybe wanting to meet for coffee or lunch or something like that. Um, I think one of the other things that's really beneficial about the apps too is you can actually like specify in it who you're the type of person you're looking for. So are you looking for someone that's into sports? Are you looking for someone that's more of into books, being a bookworm? Someone who is maybe more adventurous, right? You can kind of put those filters on in the apps, so you can find specific people that kind of match exactly what you're looking for. Okay. Yes, you're right. And excuse me, can I Yeah. translate your Yes. Yeah. for other audience? آها. بچه ایشون خیلی نکته جالبی رو بهش اشاره کردن. He mentioned to a specific point about these apps. It's so amazing. ایشون گفتن که این اپ ها باعث میشه که ما بتونیم اسپسیفای بکنیم آدمایی که میخوایم توی رابطه پیدا بکنیم، بدونیم که آقا دقیقا چه ویژگی‌هایی میخوایم، چون وقتی توی این اپ‌ها میچرخی ویژگی‌هاشون رو هر کی نوشته و شما میتونین بهتر آدم‌ها رو پیدا کنین. ضمن اینکه ایشون میگه کسی که توی مسافرته و نکته دوم و خیلی جالبش این بود که در دسترس نیست، مسیرهای دوریه. Wherever you live in the planet you can find your the best match, but it's hard, it's not easy in practical. It's hard. Yeah. Yeah, but it's interesting. Yeah. And what else? Okay. So then, I think if you want to switch to like what are some of like the disadvantages, I mean, I think, and you probably spoke to some of this is, you definitely like talk to a lot of different people. So I think that always kind of explaining your story and having those conversations can get kind of like tiring. And, because there are so many options, so I think it can get like overwhelming.
And then also, I think like if you're waiting for a response from someone, or it can really affect you like mentally, because then that person doesn't get back to you or something like that, and you're staying up late, or you're gonna you're checking. So I think Mm-hmm. sometimes and I think thirdly, like, are you being like your true authentic Mm-hmm. person through an online app as opposed to in person? It's Yeah. very different. Oh, And there are some features within the apps, like you can send a voice note yeah. or a video and things like that, but truly like being in person with someone is always so different. So I think Yes. is some of the disadvantages. Mm-hmm. Awesome. Thank you. Yeah. دوستان ایشون گفتش که نکته ای که توی دیتینگ اپ ها میتونه اثر مخرب بذاره روی منتال هلس ما اینه که ملاقات کردن با آدم های بیشمار و اینکه شما نمیدونی اون آدم فیکه یا اون آدم اصیله، درسته. همینجوری تو دنیای واقعیش هم ما نمیتونیم الان آدم های درست رو از اشتباه تشخیص بدیم. وای با حال این دنیای مجازی که آدما میان عکسای کسای دیگر میذارن، خودشون رو یه کسای دیگه جا میزنن و این اتفاقا یکی از بزرگترین آسیبا میتونه باشه. یا یه موقع میاد طرف شما رو میبینه یه دفعه گوست میکنن، به اصطلاح اینجایی، یعنی غیب میشه، طرف دیگه نیست، نمیبینیش و اینا هی باعث میشه شما به خودت اعتماد به نفست، عزت نفست بیاد پایین and you lose your self confidence, self uh, I forget Word. the word for this. Like understanding, like self, Yes. like your authenticity, Mm-hmm. like you're who you really are. Yes, exactly. And بعدش اون وقت این باعث میشه که ما خیلی آسیب ببینیم و باید دقت بکنیم که اون کسایی که حالا رفتیم داریم باهاشون صحبت میکنیم، چت میکنیم، حتما بچه‌ها باهاشون لایو ویدیو بذارین قبل از اینکه برین ملاقات بکنید. لایو ویدیو، وقتی ویدیو کالز انجام بدید با آدما میتونید تشخیص بدین که فیک یا فیک نیست، سریع اعتماد نکنید و باعث نشه که شما اون چیزی هم که دارین، اون یه تهمونده سلامت روانی هم که دارین، اون رو از دست بدین متاسفانه. Okay. Yeah, and I think we can all agree there's probably a lot more there, but I think those are some main points. Mm-hmm. You know. Yeah. Yes, I agree. Yes, I agree. And thank you so much for your Yeah. time. And we learned a lot from you. And maybe for the next live, we can get a new topic from the audience and then we set Mm-hmm. another live. Yes. Please leave your ideas in the chat. Yes, exactly. Thank you. Thanks. Guys, thank you guys. And ممنونم از همگی، از همه کسایی که توی لایو شرکت کردین. اگر کسی دوست داره که یا سوالی داره میتونه اینجا برای من توی کامنت بنویسه که چه موضوعی رو دوست داره راجبش ما صحبت کنیم توی لایو های بعدی. ما قرار هفته یه لایو داشته باشیم و یک مهمون خاص توی اون لایو ها تقریبا 2 زبانه است و بعدا این لایو ها سیو میشه با زیرنویس، شما میتونید مجدد ببینید و ازش استفاده بکنید. اگر کسی سوالی چیزی داره لطفا بپرسه، یا اگر ریکوستی دارید که من میتونم شما رو دعوت کنم که جوین بشین و اینجا سوالتون رو بپرسین. Great. Okay. I'm popping off. Yeah. No, I asked them to share with us their questions. Okay. Or I see my buddy or John if just popped on. How you doing, John? or if someone wants to, add join to our live, but nobody send me request. Yeah. We'll do it next time. Yes. اوکی. خب دوستان، تایم لایومون تموم شده. متاسفانه دیر اومدین یه سریاتون. برای همین دوباره لایو میذاریم هفته های بعد. ما هر هفته قراره یه لایو بذاریم. We will have one live every week. Then see you soon. Have a good night. Bye. Mercy. Merci. Good night.